سلام به همه همراهان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام شما رو با یکی از جالبترین مراکز خرید دبی آشنا کنم. مرکز خرید ابن بطوطه به افتخار ابن بطوطه جهانگرد معروف مراکشی ساخته شده، کسی که در قرن 14 میلادی به بیش از 40 کشور سفر کرده و داستانهای الهام بخشی از سفرهاش رو به جای گذاشته. مرکز خرید ابن بطوطه 4 بخش اصلی داره در حال حاضر که هر کدوم با الهام از فرهنگ کشورهای مختلف طراحی شده. از معماری بی‌نظیر بخش ایران گرفته تا مصر با حال و هوای باستانیش، هند با رنگ‌های زنده و چین با زیبایی فرهنگ شرق آسیا. اینجا فقط یه مرکز خرید نیست. یه سفر واقعی به دل تاریخ و فرهنگ‌های متنوع جهانه. میتونید خرید کنید، تفریح کنید و با فرهنگ‌های مختلف دنیا آشنا بشید. همه در یک جا. اگر دنبال تجربه متفاوتی هستید، ابن بطوطه حتما باید توی لیست بازدیدهای شما باشه. مطمئنم که شگفت زده میشید. برای دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال رو دنبال کنید و نظراتتون رو برام بنویسید. ممنون از همراهی.